همیشه از همون خاطر ما میگیم ترجمه قرآن کسی که بکنه بعد از او آرام نمیرشینه. عقیده توحید الله که در قلب کسی جا گرفت، بازی عقیده ای را نمیگذاره که آرام آرام زندگی بکنه. حالی تلاش میکنه که یه عقیده برای فردی دیگه برسه، دیگه کسان باید یه عقیده را داشته باشه. امی احساس برش پیدا میشه و این احساس به خاطر پیدا میشه که سند قطش است، از کسی نمیترسه. آدم که کسی را دعوت میده اگر دلیل نداشته باشی ملزم میشی، باز اقدام نمیکنی برای دعوت. عقیده توحید الله استوار به دلایل است، از همون خاطر دلیل قطعی تو وجود داره، تو را آرام نمیگذاره که باید دعوت بکنی. دیگه مؤمن امی حیثیت داره. کما مثلو فی الظلمات بمثل او که آیا حالی مردک بمثل حالی او مردک است که در تاریکی هاست؟ کلا قطعا نه. مؤمن امتیاز داره. وقتی شعاع چی نور ایمان در قلبش تابید، شعاعش در بیرون در اعمالش مکمل میتابه، معلوم میشه. مؤمن عملا به مردم توسط عمل خود دعوت میده. از همون خاطر دو قسم دعوت ما داشتیم، یکی زبانی است که مردم تقریر تبلیغ بکنیم، این مؤثر است. البته اگر شرایطش موجود شد به کمال دلسوزی بود، مخاطبین تحقیر و توهین مقصدت نباشه، کوفت دل نمیکشی و در اینجا چیسته امو شرایطش مراعات کرده باشی، شکی در این نیست که یام بسیار تاثیراتی داره. بسا مردم میشه توسط نمی محاضره و همی گفتارید سبب هدایتشان شود. لیکن آنقدر که دعوت عملی مؤثر است، دعوت زبانی مؤثر نیست. عملا وقتی تو ثابت کنی صداقت خدا، راستی خدا، عدالت خدا، یقینا حق طلبی خدا و احترام و امو عزتمندی که برای دیگران داری ای را ثابت بکنی، بعد از او بالکل مردم پشت تو اقتدا میکنه. عمل کردی تو چیسته بالکل نمایان میشه. فرق بین مؤمن و کافر نمیست. کافر خود در تاریکی بند مانده، خود خلاص کرده نمیتونه، اما مؤمن در صدد نجات دیگراست. خود روشن است، بلکه برای دیگران هم روشنی میده. پس زمانی که مؤمن اینمی وظیفه و مسئولیت خدا در سر نرسانه که در راه دعوت قدم نمیگذاشت، معلوم شد که امو مسئولیت اصلی خدا انجام نداده. از امو خاطر است الله متعال یک لحظه زندگی ما را بدون دعوت دین الله نسازه. البته دعوت دین تنها نیست که تبلیغی آواره بستره را پشت کنیم، نه. یک انسان در موتر است دعوت دین نمیکنه، یک انسان در صنف است دعوت دین نمیکنه، قطع دوست خود مشوره میکنه در مورد یک کار، چطور همی کار انجام بدیم، این کار در پیش روی ما چطور انجام بدیم. اینمی که خودش دعوت است. منظور است که مؤمن باید عملا دعوتش ادامه داشته باشه، سکوت و خاموش نباشه. چرا؟ به خاطری که ادای مسئولیت بکنی. الله تو روشنی در قلب داخل کرده اما شعاعش بیرون نمیبره. الله تو قرآن برات داده اما تو هیچ تحرک دیت پیدا نشده. نه، باید تحرک پیدا شد. کما مثلو فی الظلمات، آیا به مثل کسی است که او در تاریکی هاست، تاریکی کفر، شرک، بدعت، رسم رواج، عنعنات مردمی دی گپا گیر آمده، هیچ بیچاره خود خلاص کرده نمیتونه. لیس بخارج منها، نیست ای بیرون شونده از این تاریکی. از همین خاطر تمام عمر در تاریکی تیر شد تا که مرگ سرش آمد. الله از تاریکی ها ما را بکشه. واقعا در تاریکی بودیم، سخت در تاریکی بودیم. کذالک زین للکافرین، مثل که مزین کرده شده برای مؤمنا ایمانشان، عقیدهشان. چقدر ایمان و عقیده ما برای شما محبوب است، مزین شده، خوب معلوم میشه. الله میگه این همه قسم مزین کرده شده للکافرین، برای کفار، ما او کاری را کانو هستن یعملون که انجام میده. کدام کارایی که او انجام میده برشان مزین شده، او برشان خوب معلوم میشه. مثل که برای ما و شما ایمان و عمل خود ما مزین شده. معلوم شد که برای دو طایفه وجود داره. یک طایفه مؤمن که تسلیم به نظام الله است، الله او را زنده کرده، حیات برش داده، توسط نور ایمان، نور قرآن کریم رای خدا پیدا کرده، در بین مردم دعوت داده رایست. یک تعداد مردم عمل زشت خدا خوب وانمود میکنه، میگه این کاری خوب است. کسی که در گناه اول داخل شوه، در اول یک کم نفرت داره، باز یک کمی پیشتر که بره امون نفرت از بین میره، کمی پیشتر که بره باز خواب مطمئن میشه، کمی پیشتر که بره در سرینوی گناه قطع تو جنجال میکنه، کمی پیشتر که بره بعد از کلی مردم به می گناه دعوت میده. چرا؟ گناه آلی پیش از او چی نیست؟ گناه نیست. مثال موسیقی رو ببینی،
در روز اول یک کم موسیقی را نمیشنوی، خب وقتی که یک کمی داخل شدی همون نفرت موسیقی از پیش چی میشه؟ گم میشه. بعد از یک کمی پیشتر میری داخل میشی، حالی چی میشه؟ قطعی مردم بحث هم میکنی که این موسیقی غذای روح هست. بعد از مردم هم دعوت میدی، مجلس اجر میکنی، میگه بیا. اما بزرگترین میمانیت امیر رقم است. حالی دعوت ها هست، سازنده را دعوت نمیده، مردم ها جمع نمیشه، تیکت نمیکنه، پول مصرف نمیکنه، گناه ها را نمیخره. این همی قسم است. و كذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها. بله این عقبه پنجم است. موحد دعوتگری موحد، کسایی که طرف توحید الله نظام الله دعوت میده، این پنجم مرحله امتحانیت است. 4 مرحله را تیر کردی. پنجم مرحله کدام است؟ علما هر قدر که زور زدن و طرف دویدن، القاب بده، نسبتای غلط و دروغ سری تو چسباندن، لیکن سری مردم اجد و تاثیر نکرد. روز برور دید که رفیقای از این قدر زیاد شده. در مسجد کمپنی آلی در راه هم کس جای نمیشه. آلی چطور میشه؟ آلی دیگر دل جور میکنه، جماعت جور میکنه، مولا صاحباس میروه در پیشی اجاقاف، میروه ملکا را تحریک میکنه، کلانا قماندانا را تحریک میکنه. اینه در ضد تو میخیزانه. چرا؟ بر علیه تو دیگه تبلیغات اینا درست کرده رایسته. اینه الله متعال چی میگه؟ پیغمبر علیه السلام اینمی قسم حالتا خواه آمده نیسته. این مردم ها خواه از انواع مکرا، انواع دسیسه ها کار میگیره، لیکن اینمی مکرا و دسیسه ها ایشان باز چی میشه؟ سری خود دیشان چپا میشه. بیغم باش، خودشان چی رقم چپا میشه. یک جماعت رفته بود در کدام جای، باز شکایت کرده بود. شکایت از کی بود؟ از ما. گفت جلوگیری کنی، ایره نگذاری برای ترجمه. مردمی کابل یک دم چپا کرد. در کدام ارگانی خیلی قوی دولتی رفته بود. خب بازو مردکه آدمی خیلی هوشیار بوده. آدم هوشیار به خاطری هسته که او هم الحمدلله دخترایش آمده بوده در ترجمه قرآن کریم. بازیا گپای خود که خلاص کرده، کلان کلان لنگیا، دراز چپانا، خب متشرعین. باز گفته که الله شما را اجر بده، بسیار خیرخواه دین هستی، بسیار خدمتگار دین هستی، بسیار قابل قدر هستی. ولی کاش که می آمدی برای من پیشنهاد میکردی که فلانی شراب نوشیده میشه در فلان جای. کاش که می آمدی می گفتی که برای نصرانیت دعوت داده میشه، اونجا مدرسهش است، امیر بند کنی. کاش که می آمدی که می گفتی که می تلویزیون ها بسیار فحاشی را پخش میکنه، امیر یک چاره کو که بند شود. گفت به ما سعی کنی، یا دیگه سعی میکنه که انعام میده. گفت به ما سعی کنی، شما به خاطر چی آمدی؟ قرآن بند شود. اون مردکه را خب من خبر دارم، همیالی یک چیش قطمه است، یک چی پیش قرآن ترجمه میکنه. بره که سنگ الله سرتان میباره، همین بهتر است. گفت همین طور تکان داده دامن ها را پس برآمده. حالی یکی دیگه خدا چیسته؟ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. یکی دیگر هم علامت نگفتم تا که اینجا میری بیاب میشیم. دیگه میگه رسوا شدیم و برادر هیچی حال است. دیگهش میگه که از دستی تو شده. اینا دیگهش میگه که دیگه من خیلی تو دیگه کاسر کار ندارم، بس شورایتان میدانم، من میدانم تیر از زمین حنفیت. و دیگهش یک ملامتی ها شروع شده تا اونجا را که میرفت هر کس پراگنده شد. وگرنه اینطور یک کتلی قوی جور شده بود، تصمیم گرفته بود که ما مولیس متوکل بالکل دیگه از درسا چی میکنیم؟ بند میکنیم که دیگه دمی کابل یک ترجمه را نگو. خب الحمدلله ده اینطور نفر سر خورد. گفت ای خجالت نمیکشی و مولیسه ما. کاش که می آمدی خمی فحاشی را برام پیشنهاد میکردی که ما بند میکردم. شما چی را بند میکنی؟ قرآن کریم واقعات میگه این مرحله از ما این مرحله تالی را تیر نشده، مانده. 3-4 مرحله تیر شده، این 5م مرحله مانده. خوب این طور آرام نمیشینه، کم کم دیگه بالا میره تا کلان یک عالم خیلی کلانه، نفری کلانه
چی کرده بود؟ که ما رفتیم که همینجا ترجمه شروع شوه، هتل هم برای ما داده شوه. میگه والا شما میگه که بچه ثابته. من گفتم نخواد. من فکر کردم شاید مولوی صاحب دیگه در سای حدیث کدام بچه ثابت نگفته باشه. سری خود مطمئن بودم، خود از دیگه خبر نبودم. من گفتم نخواد کسی این جدایی مسجد کسی بچه ثابت گفته باشه. گفتم این هسته. شرنگ با یک مولوی صاحب زنگ زد. مولوی صاحب پسان شناختیم خوب کلان آدم یک قدر موحد خودم میگیره که پرسان نکنه. همونجا نشسته بودیم. السلام علیکم مولوی صاحب. گفت تو که میگه پا گفتی که مولوی صاحب متوکل بچه ثابت گفته ایه، تو شنیدی یا نه که کسی برات گفته؟ گفت والا نه من نشنیدم، خب مردم گفته. گفت نه یقین داری؟ آلی دمینجا نشسته هستیم. خب نشسته هستیم. گفت سیکو مولوی صاحب تو ما را گفتی، آلی ما خوینه ما خو گفت نه کدام سیدیش شنیدی؟ ما خو گفت از اینترنت چند محاضره از زیر شنیدم، ترجمه از زیر از اینترنت گرفتم شنیدم. خب تعالی را من اینطور کلمات از دهن مولوی صاحب نشنیدم که طور گفته باشه. تو چی میگی؟ گفت والا برای من مردم گفته. گفت سعی که مولوی صاحب اسلام تو را چی درس میده؟ ها؟ اگر یک گب از کسی برات میاد یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبین، یک تبین خود فریضه توست. ده حق یک کسی که اول برات میاد یک تبین تحقیق تو بکن. امی کتابی که داعی صاحب نوشته کرده این موضوع را خوب چی کرده نه در اینجا که برای تو از شیخ محمد گپ آمد الا که جاسوس انگلیسی اینطور گفته، کتابی خودش هم مطالعه کن. امروز کتاب توحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب در کل جهان شهرتی چی داره؟ جهانی داره و نخواد یک توده مسلمان پیدا شود که کتاب در اونجا موجود نباشه و مطالعه نشه. امو مولوی که داد میزنه که وهابی اینطور است مرد شو امی کتاب یک جز یک بندی از زیر خورد کنه که اینجا نادرست است. اینی آیات اینی حدیث مردکه اثبات توحید کل مسائلشه، آیات حدیث بجز از یک جای هم نظر خطای اجتهادی است. و جعل لهما چیست؟ و جعل له شرکاء در موضوع آدم و حوا علیهم السلام. اونجا نسبت شرک گفته شرک فی تسمیه است، پروا نداره، از خود آدم و حوا علیهم السلام شده، لیکن او قول خطا است. اینجا او قول خطا کرده دیگه جای کسی رد کرده نمیتونه. عجیب انسان هستی. افواهات مردم از انگلیس گپیش میشنوی، قدر تو فریفته هستی، دل باختی انگلیس هستی. گپی خیالی ازوره، همفر وجود نداره، جاسوس وجود نداره، کتاب وجود نداره، معامله وجود نداره، تو همونطور خیالی ایره قبول میکنی. اما کتاب خودش که در پیش رویت است، حقیقت نظریات خود پیش میکنه، ایره تو نمیپذیری. عجیب نیست؟ بله. خب لیکن ما خسته نمیشیم دیگه. چرا نمیشیم؟ قرآن وقت خبر میده. و كذلك جعلنا في كل قرية، مثل که توی پیغمبر علیه السلام در قریه در منطقه مردمای کلانا را سری تو تحریک کرده خیسته، آلی هر کدام میگه کی مردکه را نمانه. این باعثی چی میشه؟ باعثی از این میشه که تو را نمیگذاره که در خانه گذران کنی، زندگی بکنی. اول از امامت میکشه، بعد از او باز تو را میگه که در این قریه نمیشه، ترا بچای جوانی ما آرام نمیشینه، در اجرت میه قطعت سبق میخوانه، اونجا در سری سرک میخوانه، تو باید مهاجر شوی بری از اینجا که بچای ما باز قطعی تو گمراه میشه. همینطور است یا نیست؟ موحدین همینطور است. در سار سرش بند میکنه، از مسجد میکشه، باز بعد از او مجبور میکنه به هجرت. از همون خاطر عالمی برجسته که عقیده توحید دست داده در قریه خود کامیاب نشده، کجا رفته؟ بگه مهاجر شده، در جای دیگر رفته. و كذلك مثل که برای توی نمی قسم کلانا پیدا شده توسط علمای سوء، مردمایی که نعوذ بالله خلاف دعوت توسعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم، این مردمای نمی قسم چی میکنه؟ تبلیغات و تحریکات میکنه. این نمی قسم جعلنا ما گردانیدیم فی کل قریه، در هر قریه، اکابر امو غٹایتشانه. اکابر را میشناسی؟ غٹایت میشناسی؟ امویی که خورده خیتار اینی قدر کلان کرده. درباری ها درباری پاچا، یکی پاچا یک گپ بزنه یا 10 خنده میکنه.
لیکن انعامات هم برش میاد، اونو را غتایت میگه. یادتان باشه مخالفت دعوت حق همیشه اول دفعه از طرف کی میشه؟ مردمی که دینگریز است. چی است بگوی؟ دینگریز کدام مردم است؟ اونمو مردم است که قید و بند قبول نداره. در مورد زنا میگه بالکل این غلط است، در مورد سود میگه این غلط است، در مورد قمار، در مورد فحاشی عیاشی، اینی چیزا را این قید و بند قبول نداره. اول دشمنای دین و مقابله پیغمبر امی مردم کرده. قرآن کریم یاره چی میگه؟ اکابر مجرمی ها، اما بزرگا و کلانای از یاره ای مجرمی ها که جرم کننده است. از قرآن هم از حدیث هم ثابت است که همیشه حامیین انبیاء علیهم السلام طایفه چی بوده؟ غریب بوده، غلام، غریب، فقیر یا جمع شده اینمی کشت آبیاری کرده و دست ثمر رسانده. هرقل وقتی که اوجا رفتن، ابو سفیان رفته بود که چی شود؟ نگذاره که هرقل پشتیبانی مسلمانان را بکنه، مهاجرین جای بده. دیگه هرقل از پیش چند سوالا را شروع کرد. لیکن ابو سفیان از سوالای خود که جواب میداد با واسطه که دشمن اسلام بوده و زمان، لیکن حقیقت پنهان کرده نمیتونست. یکی از سوالا که کرد میره گفت می متبعین پیغمبری که دعوا داره فعلا شما میگه مردمای فقیر است یا مردمای مالدار؟ گفت نه فقیر است. گفتی علامه چیست؟ حقانی. چرا که هر پیغمبر همیشه دعوت حق فقیر و مردم فقیر چی کرده؟ دعوت قبول کرده. در بین مردمای خیلی متمول و مالدار چی میگه؟ منصبدار چی جاگیردار کم مردم است که الله توفیق نصیبش کرده که و واقعیت حقیقت درک میکنه و تسلیم به این میشه. چرا؟ علت است که اسلام مانع رای ازوا میشه. رای ازوا چیست؟ قمار. رای ازوا چیست؟ سود. رای ازوا چیست؟ عیاشی. رای ازوا چیست؟ زنا. رای ازوا چیست؟ ظلم، بربریت. او اسلام میگه پارا من میکنه. از امو خاطر است که و اول مقابله روا میکنه. خب و کذالک جعلنا، اینمی قسم ما گردانیدیم فی کل قریه، در هر قریه کابر کلانایشان مجرمی ها جرم کننده از همی قریه، لیمکرو که در عاقبت و انجام، یمکرو یا دعوت به گمراهی بده. مکر اینجا دسیسه جور کردن برای از اینکه مردم گمراه شوه، مکری مانا داره. یا مراد از مکر آزار و اذیت رسانیدن به کسایی که موحد است و دعوت به سوی چی میده؟ توحید الله میده. لیمکرو که در عاقبت و انجام یا آزار و اذیت میده یا دعوت به گمراهی میده. فی هذه اینمی قریه در مقابل انبیاء علیهم السلام، در مقابل حق. الله میگه ما در هر قریه اینطوری مردم ها را گردانیده. خب لیکن که گردانیدیم خورای دعوت بیخیم بسته شد دیگه چی میتونیم؟ الله وعده میده و ما یمکرون یا سازشا نمیکنه الا بانفسهم، مگر بالای نفسای خود. یعنی ضرر اینمی سازشا پس به خودشان چی میشه؟ عاید میشه. چرا؟ و ما یشعرون، یا شعور نمی داشته باشه. نه، از جهت جهل به انتها نمیدانه. چرا؟ نیروهای خارجی آمده به این خاطر که مردم از دین برگردانه، طرف دموکراسی دعوت بدن، لیکن یا گاهی نداره که در آخر و انجام انشاءالله این گپا کل به ضررشان چی میشه؟ تمام میشه. این دوسترای خدای ناراض. همینطور میگه؟ چطور مثل میکنه؟ این دوسترای خدای ناراض. این دو خدا مانده کرده در امثال بیچاره، لیکن الله از پیشش خوش نیست. این مردم هم مصارف میکنه، کلی مادیات خود در اختیار ما قرار داره. انواعی اصلا اینجا غارت شد بگه برای اسکریاش چیزی خود قبرستان در افغانستان برش جور شد. یک تعدادی از یا میگه اوجا دیوانه شده، تکلیفای روانی برشان پیدا شده، بیخی میزوف شدن. یک تعدادشان معیوب است. معیوب هستن یا نه؟ یا خب ای آمار بر ما و شما نشان نمیده. تبا از یا برآمده. به کدام نیت و مقصد که در اینجا آمده؟ میخواستن افغانستان مرکزی دنیا را، قلب آسیا را در کنترل خود داشته باشه و بعد از او تمام ممالک آسیایی را زیر اداره خود بگیره. هم اسلام مانع شود گسترش در آسیای میانه پیدا نکنه. چرا آسیای میانه؟ یقینا مرکز اسلام سابق آن بود در صدر اسلام. اگر حالی همی مرکز اسلام شود، اوه مشکلات ها بر از یا پیدا میشه. از او خاطر نمیخواه اینجا اسلام گسترش پیدا بکنه، مردم قرآن حدیث بدانه. این هدفشان است. به این خاطر آمده.
این اختلافات توی گپا را همین مردم پیدا کرده، وهابی و غیر وهابی را همین مردم پیدا کرده. مسلمان خو کل مسلمان است، پیرو کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. خو لیکن این مردم ها الله متعال انشالله کامیاب نمیکنه شانه. و ما یمکرون الا بانفسهم، یا سازشا پلانا را طرح نمیکنه الا بانفسهم، مگر تاوان و ضررش بالای کیست؟ خودشان است. سر به تاراق میره. پس افغانستان هم میبینه روز در روزه، وقتی که رمضان هم میبینه که مردم از مسجد ها پر میشه. ایران میماده در بازارا میبینه میره وقتی زناست که فقط یک چشم معلوم میشه. باز ایران هستن، غیر از 4 دانه فاحشه که نعوذ بالله دلار برشان میده، در چارایی و در جای وظیفه داده شه که خودنمایی کده میگرده. دیگه یک خواهر مسلمانی که یک کمی فکر داره نبینه که بی حجاب باشه. یا ایران مانده، ایران مانده که هیچی رقم مردم است. ما را هم خورد هم برد تبایی ما کرد. هنوز یا بسیار زیرک بودن، یکی خو خرچ و مصرف تانا امریکا دا گردن نگرفت، سری کل ممالک اروپایی توزیع کرد، فشار سرش کمتر شد. نه یکی. دوم اسکرای از یا بسیار ترسوسته از همین نظام های حکومتی خود چیزها را در راه و رود فروخته نتانستن، نه و کم کم یاد گرفتن. روسا همونطور تباه نشد، خود روسا لشکر خودش اسکرای خودش تباه کرد. تیل تا کابل نرسید، کانتینر نرسید. یک مخابره بود که الا چیز نمیرسه، در راه ها در جای چی میشد بگه تخلیه میشد. اینی کارا رو خوب تفنگ میفروخت، میگه اونجا از پیشم باقی مرمی بود که پرسان نکن. این بدبختا خیلی هوشیار است، از امو خاطر سعی کنه. برای از یک فایده امی انفجارات هم فایده کرده، یا آزاد گشته نمیتونه در بازار، از او خاطر چیزی خود فروخته نمیتونه. ما در شارا نیست، در شارا ما مشوره میدم که یار آزاد بگذاره، یار عادت کنه. شما افغانا خو کم نیستیم ماشاءالله، در دزدی یار را مخته کنه که مرکزای خود تخلیه کنه، شو براتون پشت کده بیاره. اسکرای روسا موتور بود یا نه؟ شو می آورد، شو خبرداری نه، دست در پوستی مجاهد پشت کده می آورد. اینجا انفجار دز دز دز، پس دمو چی میشه؟ در مرکزه که خود داخل میشه هیچ بیرون نمیبره. بانه همونجا بیرون که دز دز میکنه بکنه خدا شار بانه میشه که این طرف بگرده کم کم. شما هم دیاد بودی قیمت از پیش بخری. وی چی دیم زده تانه مروی بود چی را خمی کار نمیکنه. ما بسیار خیر الله متعالی وعدهش هست. اگر ما واقعا سر ایمان خود استوار باشیم وعده الله بالکل چی میشه؟ تحقق پیدا میکنه. پس به کتاب الله و سنت رسول الله رجوع کنیم، انشالله این مردم شکست میخورن. و اذا جاءتهم آیتون، وقتی که میاد برشان به این کفار مکه آیتون یک معجزه، قالو میگه لن نؤمن، ما خوی هرگز باور نمیکنیم، ایمان نمیاریم، حتی نوتا، تا ای که بر ما داده شوه مثل ما اوتی رسول الله، و مثل آن چیزی که به پیغمبرای الله داده شده. اینه مردم های معتبر، هر کدامشان میگه بر ما معجزه داده شوه، یه نه کلام تراشی.